در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و اعتقادات خودشان سعی می‌کنند که با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقتی است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می‌افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می‌کند، کسی پی خواهد برد؟ سلام. از سال تولد کسی که در جوانی یکی از این دردهای باور نکردنی، یکی از این اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب را به صورت داستانی برای سایه‌اش نوشت، یک قرن می‌گذرد. صادق هدایت، نویسنده بوفکور، پیشگام داستان نویسی جدید در ایران بود. تا به حال هیچ یک از نویسندگان ایرانی به اندازه صادق هدایت توجه صاحب نظران و منتقدان ایرانی و خارجی را به زندگی و آثار خود جلب نکرده است. دکتر احسان یارشاتر، رئیس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا و مؤسس دانشنامه ایرانیکا، در اشاره به لطف و گیرایی کلام صادق هدایت میگوید: من وقتی راجع به هدایت فکر میکنم، اولین چیزی که به نظرم میاد یک نوع استعداد ذاتی او برای نویسندگی است. یک نوع استعدادی است که کسب کردنی نیست. تخیلی که او داشت و در کار داستان نویسی به کار برد، وقتی به آثار خوبش آدم نگاه میکنه میبینه واقعا کهنه هم نشده. و با اینکه غالب ما در ایام جوانی اینها رو خوندیم و کشش و گیرندگیش رو حس کردیم، الانم که من مثلا سالها از جوانیم گذشته باز اخیراً بوفکور رو که میخوندم و باز 1-2 سال پیش که علوی خانم رو میخوندم و هر وقت که من طالب بن‌بست رو خوندم، همیشه همون گیرندگی، همون کشش رو حس کردم. البته آدم میتونه از خودش بپرسه دلیلش چیه. خب یه دلیل کلی در تمام داستان ها وجود داره و اون داستان سرایی است. صادق هدایت با اینکه نثرش خیلی نثر خوش آهنگ گیرایی نیست، ولی نفسش نفس گرمی است و وقتی یک چیزی رو مطرح میکنه طوری مطرح میکنه که آدم کشیده میشه و میخواد دنبال خودش بره. ولی این البته به تنهایی کافی نیست، چون قصه هم که برای آدم میگن همین خصوصیاتو داره. من خیال میکنم با اینکه روحیات صادق هدایت استثنایی بود، یعنی کسی به این بدبینی، به این مایوسی و به این سرخوردگی در میان افراد عادی کمتر پیدا میشه. با این حال چون همه ما یه بهره از همین خصوصیات داریم و یه مقدار شاید واقعا جزء عواطف ملی ما شده، حالا یا به علت شکست‌های تاریخی بوده یا به علت‌های دیگه، ولی همجور که موسیقی ما یک موسیقی غمگینی است، همینطور ما همیشه یک نوع همدلی و همنفسی حس میکنیم وقتی که یک اسم صادق هدایت جنبه‌های غم‌انگیز و عرض کنم جنبه‌هایی که حکایت از یأس و دلمردگی و اینها رو داره مطرح میکنه، مثل اینکه واقعا یک چنگی به تارهای درون پوشیده آدم میزنه و آدم حس میکنه که یک همدلی داره این داستان رو براش تعریف میکنه. شاید واقعا یکی طبیعتش غیر از طبیعت ما باشه، اینقدرها بهره‌مند خودش حس نکنه از خوندن این داستان ها، ولی بالاخره ما همون افرادی هستیم که غزلمون بیشترش داستان فراغ، موسیقیمون بیشترش داستان جور دیدن و تنهایی کشیدنه و داستانهای صادق هدایت هم از این لحاظ من حس میکنم که خیلی ایرانیه و خیلی با روحیات ما جوره. صادق هدایت در 28 بهمن ماه 1381 برابر با 17 فوریه 1903 میلادی در تهران به دنیا آمد. پدرش هدایت قلی خان اعتزادالملک مدیر مدرسه نظام و رئیس معارف استان فارس بود
که در زمان نخست وزیری محمود جم بازنشسته شد و مادرش زیبرملوک دختر عموی هدایت قلی خان بود، یعنی خانواده‌ای از طبقه اعیان دوره قاجاری که در دوره جدید به طبقه متوسط نزدیکتر شده بود، اما همچنان سنت‌های طبقاتی و خاندانی خود را حفظ کرده بود. صادق هدایت 2 برادر داشت و 3 خواهر. برادر بزرگش عیسی خان سرلشکر و از رؤسای دانشکده افسری و برادر دومش محمود خان قاضی دیوان عالی کشور بود که در زمان نخست وزیری سپهبدرزمارا شوهر خواهر صادق هدایت به مقام معاونت نخست وزیر منصوب شد. از جهانگیر هدایت فرزند عیسی خان که خود داستان نویس است درباره روابط صادق هدایت با برادرهایش می‌پرسم. رابطه صادق خان با محمود خان نزدیکتر بود و با هم شوخی داشتند. کما اینکه شما اگر کارت پستال هایی که صادق هدایت برای محمود خان فرستاده با کارت پستال هایی که برای عیسی خان فرستاده ببینید که یک تفاوت جزئی با هم دارند. به عنوان مثال عرض میکنم صادق هدایت شنید که محمود خان بخواد در تهران ازدواج کنه. یک کارت پستالی برای محمود خان فرستاده که عکس این کارت پستال 4 زن عجوزه رو نشون میده. پشت کارت پستال هم نوشته که چون شما شنیدم که میخواید وارد این قضایا بشوید، هر کدوم به اینا رو که انتخاب بکنید بنده به عنوان اشانتیون براتون میفرستم. خب با پدر من یه چنین شوخی نداشته. شوخی میکرده با پدر من ولی با محمود خان خیلی بیشتر شوخی داشته و بیشتر شوخی میکرده و بنابراین میشه گفت که اون طنزی که با محمود خان داره با پدر من نداره. با پدر من راجع به مسائل قدری جدی‌تر برخورد میکنه. از نامه‌های صادق هدایت به اعضای خانواده‌اش تا اندازه‌ای میتوان به کیفیت روابط افراد خانواده با همدیگر پی برد. پیداست که با پدرش رابطه نزدیک و خالی از تشریفات نداشت، وگرنه او را در نامه‌های خود داوندگار و حضرت خدایگان خطاب نمی‌کرد و خود را چاکر و فدوی نمی‌خواند. مثلا در یکی از نامه‌هایش در مقام دعا به پدر می‌گوید: ان شاء الله خداوند متعال روز به روز بر عمر و عزت و شأن و شوکت حضرت اجل بیفزاید و سایه بلند پایه حضرت اجل را از سر فدویان کم و کوتاه نفرماید. بدیهی است که هدایت قلی خان چنین درجه‌ای از حرمت شناسی را از پسرش انتظار می‌داشت، وگرنه در این شیوه با پدر سخن گفتن را میشد به دشنام تعبیر کرد. اما بین برادرها که به هر حال در خانواده موقعیت و نیازها و مشکلات تقریبا مشابهی داشتند، روابط باید نزدیکتر می بود و رو در بایستی‌ها کمتر، چون که بتوانند به اصطلاح در عیاشی‌های جوانی همراه باشند. البته با پدر من هم در این زمینه چون هر دو در پاریس بودند خب برنامه‌های مشترکی داشتند. پدر من در سال اولی که در فرانسه درس می‌خونده یه خاطرات روزانه نوشته. در بسیاری از این خاطرات ما می‌بینیم که پدر من که در یه شهر دیگری بوده وقتی میاد به پاریس قبلا با کارت پستال با همدیگه هماهنگی کرده بودن که همدیگه یه جا ببینن و شب حتما میرفتن به یک کافه رستورانی که هم موزیک داشته و هم رقص داشته و تا پاسی از شب گذشته به این برنامه می پرداختن. صادق هدایت رقص بلد نبوده، برعکس پدر من رقص خوب بلد. به عنوان یه افسر جوان نظامی خب طبعا باید تحرک داشته باشه و وقتی می رفتن به این دانسینگ ها پدر من می رقصیده و صادق هدایت اونجا می نشسته و تماشاگر بوده. پدر من ایراد میگیره، میگه این صحیح نیست، تو هم باید برقصی. میگوید من بلد نیستم. پدر من ایشون رو تقریبا وادار میکنه که میرود به کلاس رقص و در یک کارپستالی که برای محمود هدایت نوشته مینویسد که به توصیه اخوی من به کلاس رقص میروم که رقص یاد بگیرم و یاد میگیره و بعد که حالا میرفتند خب طبعا این کارها باعث میشه که این دو برادر او به اصطلاح به هم نزدیکتر بشن و به قول شما یکی از کارهایی که مردها رو به هم خیلی نزدیک میکنه همون عیاشی است
و رفتن به این گونه جاها و تفریحاتی که هست اینها، این باعث میشه که به هم نزدیکتر بشن. در زمانی که صادق هدایت کتاب‌های منتشر کرده بود و در حلقه دوستان روشنفکر و اکثرا نویسنده خود از اعتبار به احترامی خاص برخوردار بود، جهانگیر هدایت دوره نوجوانی را می‌گذراند. از او می‌پرسم که در هیئت خویشاوندی با صادق هدایت عموی خود نشست و برخاستی داشت. ببینید، صادق هدایت در تهران در 3 خانه زندگی کرد. ابتدا در خانه بود در خیابان کوشک. این خانه اتفاقا هنوز هم هست که الان یکی از مسائلی است که ما کوشش میکنیم این خانه رو در اختیار بنیاد هدایت بگذاریم و تبدیل بشود به مرکز ادبی هدایت. بعد در یه خانه‌ای بود در خیابان روزولت آن ایام که الان اسمش شده خیابان دکتر مفتح، در اونجا زندگی میکرد برای مدت کوتاهی و بعدم بالاخره در یک خانه‌ای که در خیابان ثریای اون موقع و سمیه فعلی. به مناسبت‌های مختلف من در هر 3 خانه مدتی زندگی کردم و چون در این خانه زندگی میکردم طبعا با صادق هدایت در یک خانه بودیم و زندگی میکردیم و با هم برخورد داشتیم و من خاطراتی از ایشون دارم. این 3 خانه‌ای که جهانگیر هدایت به آنها اشاره کرد همه خانه‌های پدری صادق هدایت بود، یعنی که او تا پیش از آن که به پاریس برود و در آنجا به زندگی خود خاتمه بدهد در همه سالهایی که در ایران بود در خانه پدری زندگی میکرد و خانه سوم واقع در خیابان ثریای قدیم و سمیه جدید همان خانه است که هدایت در نامه 23 تیر 1325 خود به دوستش دکتر شهید نورایی درباره اتاق خود در این خانه میگوید: اجالتا گرما شروع شده و اتاق جدیدم که میان صحرات به مثابه دالان جهنم است، به طوری که مگس و پشه جرأت ورود در آن را ندارند و غش میکنند. باید با کاهگل و گلاب آنها را به هوش بیاورم. از جهانگیر هدایت میپرسم که در برخوردهایی که با صادق هدایت داشت موقعیتی پیش می آمد که احساس کند که صادق هدایت بخواهد با او ارتباط فکری برقرار کند؟ برخوردهای ما تقریبا تمامش جنبه خانوادگی داشت. یعنی یا در همون خانه‌ای که ما زندگی می‌کردیم با هم برخوردی داشتیم و صحبت می‌کردیم، یا در مهمانی‌های خانوادگی که همه جمع می‌شدند. ولی یه مطلب رو اینجا من باید متذکر بشم که خانواده هدایت یک خانواده سنتی قدیمه. صادق هدایت در میان خانواده خودش سعی میکرد به این سنت‌ها احترام بگذاره، مخصوصا احترام بزرگترها رو نگه داره و رفتارش خیلی متفاوت بود با اون رفتاری که در جمع دوستان داشت. یعنی خودشو مقید میدانست به این که ملاحظه بسیار مسائل خانوادگی رو بکنه که میکرد. صادق هدایت برای تحصیلات ابتدایی در 6 سالگی به مدرسه علمیه تهران رفت و 15 ساله بود که در مدرسه فرانسوی سن لویی به تحصیل پرداخت و در اینجا بود که با نمونه‌هایی از ادبیات فرانسوی آشنا شد. گفتند که در همین زمان اولین مقاله صادق هدایت در روزنامه هفتگی امید به مدیریت نصرالله فلسفی چاپ شد و همکاری با مجله ترقی را آغاز کرد. اولین کتاب او با عنوان انسان و حیوان در زمانی که 21 ساله بود منتشر شد. در سال 1305 یعنی در 24 سالگی با هزینه دولت در جمع گروهی از محصلان اعزامی برای تحصیل به بلژیک رفت. در این هنگام بود که اولین نوشته ادبی او با عنوان مرگ در مجله ایران شهر چاپ شد. تحصیلات او در بلژیک ادامه نیافت. تغییر رشته داد و به فرانسه رفت و در آنجا هم پس از 2 بار تغییر رشته دادن بدون اینکه گواهینامه‌ای بگیرد در سال 1309 به ایران بازگشت. اما در دوره اقامت خود در پاریس جدیدترین آثار ادبی فرانسه و نیز ترجمه فرانسوی آثار نویسندگان کشورهای دیگر را می‌خواند و اولین داستان‌های کوتاه فارسی با شیوه اروپایی یا غربی را می‌نویسد، چنان که نه محمد علی جمالزاده بلکه صادق هدایت را می‌توان پیشگام داستان نویسی جدید در ایران دانست. دکتر احسان یارشاتر در این باره می‌گوید: به نظر منم آغاز داستان نویسی رو نمیشه با جمالزاده قبول کرد. بعضی داستانش مثل ویلان و دوله خیلی شبیه تر به داستان کوتاه، چون شخصیتش رو میپرور و
و آخرش هم واقعا آدم از روزگار به نادون احساس یک تأثری میکنه. ولی کشش داستان‌هاش یک مقدار از لحاظ سبک نویسندگیش و بازی با کلمات و امثال و مترادفات و شیرینی‌هایی است که از قلمش جاده میشه. خب البته داستانم داره، ولی مال هدایت موضوع محدود معینی رو پرورده و شخصیت منفردی رو خیلی هم خوب از خواب در برده. اینو نقل اجتماعی هم درش هست البته، ولی از این نوع در کاراش نسبتاً کم داره. حتی مثلا فارسی شکر هستم، اگر این شیرین زبانی های جمالزاده نباشه اونقدر شاید گیرندگی نداشته باشه. البته این استعداد خاص رو داشت که بتونه این مطالب رو به این صورت ادا کنه. استاد یارشاتر میگویم داستانهای جمالزاده خصوصیتی دارد که با توجه به این خصوصیت من آنها را داستانهای مجلسی مینامم. مثل این است که نویسنده در مجلسی برای جمعی داستانی روایت کرده باشد و این روایت عیناً روی نوار ضبط شده باشد و بعد نویسنده آن نوار را روی کاغذ پیاده کرده باشد. ولی خب هر دوشون به هر حال مشناییشون با اون داستان نویسی فرنگی باعث شده که بتونن این نوع تازه رو در زبان فارسی ایجاد بکنن. ولی خب هدایت آشناییش خیلی عمیق‌تره با آثار فرنگی و خصوص آثار پیشرفته‌تر و مدرن‌تر فرنگی و گاهی تکنیک‌های سورئالیستی و اینا هم حتی به کار برده و هیچ ناموفق هم نیست واقعا. در سال 1309 صادق هدایت 28 ساله به ایران برگشت و با اینکه آرزوی استقلال داشت، شاید به دلیل ناتوانی مالی ناگزیر شد که مثل گذشته در خانه پدری زندگی کند. با اینکه به استخدام بانک ملی درآمده بود، درآمد او برای زندگی مستقلانه کفایت نمی‌کرد. این وابستگی به خانواده یکی از عواملی بود که در شکلگیری شخصیت هدایت تأثیر زیادی داشت و او هرگز نتوانست این وابستگی را که از آن رنج می‌برد بشکند. جان هدایت در این باره می‌گوید البته اون استقلال مالی رو نداشت. تا آخر عمر در خانه پدرش زندگی کرد، یک اتاق داشت و خب مثل هر کسی که در یک خانه زندگی می‌کند از او توجه می‌شد. صادق هدایت هم مثل هر کسی دیگری بیمار می‌شد. صادق هدایت هم باید لباسش شسته میشد، باید اتاقش تمیز میشد، باید به همون اتاق هم رسیدگی میشد و مسئله خیلی مهم موضوع غذای صادق هدایت بود. صادق هدایت گیاهخوار بود و چون گیاهخوار بود بنابراین مادرش که فوق‌العاده به صادق خان علاقه داشت براش غذای مخصوص درست میکرد. این غذا رو در یک سینی میگذاشتند و صدا میزد و میگفت غذای صادق خان رو ببرید به اتاق خودش. بنابراین صادق هدایت از نظر محل زندگی و زندگی روزانه و حتی یک مسائلی مثل خورد و خوراک و اینکه بالاخره یک مأمن و مأوایی داشته باشه به خانواده خودش متکی بود. یک اتکاء دیگر هم داشت گرچه تظاهر نمی کرد. ببینید صادق هدایت یه مقداری هم برای خودش گرفتاری می آفرید. نمونهش همون مشکلی بود که با علی اصغر حکمت پیدا کرد. به تأمینات احضارش کردند و ازش بازجویی کردند و ازش یک تعهد کتبی گرفتن که چیزی ننویسه و به همین مناسبت هم بعد به هندوستان سفر کرد. خب اون فرض بفرمایید که احضار ایشون به تأمینات که میشه گفت سازمان امنیت اون موقع بوده است، اگر خانواده هدایت پاش وسط نبود ایشون رو لااقل یک هفته در زندان نگه می‌داشتن و بعد هم پرونده رو به جریان میانداختن و براش مشکلاتی ایجاد میشد. در این گونه موارد صادق هدایت میدانست که خانواده از او به شدت پشتیبانی میکنه و مشکلاتش حل میکنه. اما صادق هدایت هر روز ساعاتی را در بیرون از خانه پدری و تا اندازه‌ای فارغ از این وابستگی به می‌گذراند. به نحوی که کافه‌نشینی نه تنها بخشی از زندگانی او را تشکیل می‌دهد، بلکه دوستان، آشنایان و ستایشگران او هم چنان که در برنامه بعدی خواهیم شنید
به این پدیده زندگی روشنفکرانه آن دوره عادت می‌کنند. اولین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. از اوضاع تهران خواسته باشید به عادت معمول می‌گذرد. همون کافه فردوس بی پیر، همون قیافه ها، همون شوخی ها و آخر شب هم در لاماسکوت می‌گذرد. این هم قسمت ما بود و در عالم زر برای ما نوشته بودند. تقریبا یک جور محکومیت مادام العمر به اعمال شاقه است و مصلح اینجاست که به اون عادت کردم و هر جور تغییری به نظرم احمقانه و دشوار می‌آید. نالیدن از کافه نشینی در نامه 17 دی ماه 1324 صادق هدایت به دوستش دکتر شهید نورایی. سلام. به دومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از جهانگیر هدایت، داستان‌نویس و فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت، شنیدیم که صادق هدایت همیشه در خانه پدرش زندگی می‌کرد و از استقلال محروم بود. بنابراین بیشتر اوقات او غالباً تا آخر شبها در چند کافه می‌گذشت. البته اینکه صادق هدایت به کافه‌هایی مثل کافه فردوس یا به گفته بعضیا کافه فردوسی یا کافه لاماسکوت می‌رفت، فقط برای برخورداری از فضای استقلال و آزادی رفتار دور از حصار خانواده سنتی خود نبود، بلکه در اون دوره که نواندیشی و سیاستگرایی یکی از مهمترین ویژگی‌های نسل جوان بود، همنشینی و تبادل نظر جوانان برای تحرک بخشیدن به حیات فکری آنها ضرورت مسلم داشت، مخصوصاً جوانان روشنفکر و نویسنده که خود را در تحول فرهنگی و سیاسی جامعه مسئول و متعهد می‌دانستند و بدیهی است که این همنشینی‌ها و گفتگوها برای بسیاری از خانواده‌های سنتی و محافظه‌کار مطلوب نبود و در فضای خانه محلی نداشت. بنابراین کافه نشینی علاوه بر تفریح خاطر در دیدار دوستان در حکم نوعی مجلس بحث و گفتگو بود. دکتر تقی تفضلی، رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران، 15 سال پیش در یک سخنرانی در لندن به مناسبت 85مین سالگرد تولد صادق هدایت در مورد کافه فردوس گفت: محل دیگری که صادق هدایت میرفت کافه فردوسی معروف تهران بود، در اوایل خیابان نادری. در این کافه روشنفکران، آزادیخواهان و چپگرایان و گاهی سران حزب توده و بعض اشخاصی که متظاهر به روشنفکری و آزادیخواهی بودند رفت آمد می‌کردند. مکرر صادق هدایت را می‌دیدم، به خصوص بعد از ظهرها در گوشه‌ای می‌نشست و عده‌ای دور او جمع می‌شدند و گاهی بعضی از رجال معروف حزب توده با او مباحثه می‌کردند. هدایت کم حرف می‌زد، بیشتر گوش می‌داد، ولی اگر چیزی می‌گفت صریح و قاطع بود
و دیگران چاره‌ای جز تصدیق و سکوت نداشتند و او و صحبت او را محترم می‌شمردند. بنابراین صادق هدایت نه تنها در میکده و خرابات صاحب جاه بود و بر صدر مصطبه یا مصطبه می‌نشست، بلکه در کاخ فردوسی هم که محل رفت آمد آزادی خواهان و روشنفکران بود صدرنشین و محترم بود. صادق چوبک که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود، چنان که در دفتر هنر ویژه صادق هدایت مهر ماه 1375 آمده است، 13 سال پس از مرگ هدایت در روز اول تیر ماه 1343 به کافه فردوس پاتوق هدایت و نویسندگان روشنفکر زمان می‌رود و یادی از گذشته را در دفتر خاطرات خود رقم می‌زند. او در بخشی از این خاطرات می‌گوید: هدایت معمولا روزی 2 بار و گاهی 3 بار اینجا می‌آمد. یک بار صبح در حدود ساعت 11 و بعد از ظهرها بستگی به کارش داشت. مثلا از 3 تا 6 سر می‌زد و دوستانش را در اینجا می‌دید. و اگر با کسی مصاحبه یا کاری داشت در اینجا بود. او کمتر آدم غریب را توی خانه خودش راه می‌داد. می‌گفت من خانه ندارم. خانم همین کافه گوهالود است. حتی دید و بازدیدش را در همین کافه می‌کرد. این کافه یک وقت شاخص روشنفکری و طبقه هنرمند بود. نوچه‌ها و جوجه نویسنده‌ها به گوشه‌ای می‌نشستند و با حسرت به هدایت نگاه می‌کردند. وقتی هدایت از جایش بلند می‌شد که بیرون برود، 3-4 میز این طرف و آن طرفش که بیشتر از ستایشگران بودند، پا می‌شدند و جا را خالی می‌کردند و گروهی که با او بودند همراهش می‌رفتند و ناآشنایان متفرق شدند، زیرا دیگر کافه را جای دلچسبی نمی‌دیدند. می‌بینیم که کافه، مخصوصاً کافه فردوس یا فردوسی، برای صادق هدایت در حکم خانه واقعی او بود. هر دوست و آشنایی که می‌خواست او را ببیند، می‌دانست که در چه موقع از روز یا شب به کدام یک از چند کافه تهران سر بزند. هر کس هم که می‌خواست با صادق هدایت آشنا شود، با یکی از دوستان او همراه می‌شد و به یکی از همین کافه‌ها می‌رفت. از فریدون هویدا، نویسنده و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد که از او چندین رمان به زبان فرانسوی منتشر شده است، از آن جمله قرنطینه، فرودگاه و در سرزمین بیگانه، در گفتگویی که درباره صادق هدایت با او داشتم، خواستم که از جریان و محل آشنا شدن خود با صادق هدایت بگوید. بنده در همون 1324 امتحانای دکترای حقوق هم در بیروت داده بودم، ولی هنوز رساله دکترا ننوشته بودم، برای اینکه در دانشکده حقوق بیروت محل رساله دادن نبود. اینه که فوری اومدم تهران. زمان جنگ بود هنوز و همون روزی که تهران رسیدم برادرم به من گفت که امروز عصری میخوام ببرم در یک جایی معرفی کنم به دوستان ایرانی و منو برد به همون کافه فردوس. زمستان بود و البته آفتاب غروب کرده بود و شهر نیمه تاریک بود چون زمان جنگ بود و وارد این کافه فردوس که شدم برادرم منو برد سر میز هدایت. نمیدونم شنیدید لابد که در این کافه فردوس محلی بود که تمام نویسندگان و اهل قلم و اینا اجتماع میکردن بین ساعت 5-6 بعد از ظهر تا موقع شام. بله، و اونجا هدایت بود و شهید نورایی بود و دکتر خانلری بود و 1-2 نفر دیگه. میزهای مختلف بود، هر گروه یک میزی داشت اونجا. مثلا خوب یادم میاد که بعدش آشنا شدم با تفضلی اون موقع روزنامه ایران ما منتشر میکرد و خودش یک میز داشت و دوستان خودش. همون از زمان آشنا شدم با تبری، اونها هم یک میزی داشتن، توده‌یا بودن. همینطوری میزهای مختلف بود و گاهی هم از یک میز به یک میز دیگه بحثی در میگرفت. من اونجا با هدایت آشنا شدم و همونجا من فهمیدم که هدایت یک اهمیت خیلی بزرگی پیدا کرده در محیط نویسندگان و روشنفکران ایرانی، چون همه با احترام باش صحبت میکردن. حتی دوستان خودش یعنی شهید نورایی و دکتر خانلری خیلی معلوم بود که اینا هدایت رو در یک مقام خیلی بالایی قرار میدادن. دوستیم بر اساس این شد که همون شب که رسیده بودم صحبت ژان پل سارتر شد در میز هدایت و من اتفاقا کتابای اخیر سارتر رو همراهم آورده بودم، من جمله اون رمان سارتر به اسم نوزه، تهوع،
و هدایت اینو نخونده بود و خیلی مایل بود که بخونه. وقتی فهمید که من اینو دارم همون شب گفت خواهش میکنم فرداش که جمعه بود بیا منزل من این کتابو برام بیار، من باید بخونم. اینطوری یک آشنایی خیلی نزدیکی برقرار شد از ابتدا. می‌بینیم که گرد آمدن روشنفکران و نویسندگان در کافه‌ای که صادق هدایت را در آن به صدرنشینی پذیرفته بودند، نیازهای متعدد و گوناگونی را برآورده می‌کرد و یکی از این نیازها یادگیری بود، مخصوصاً برای جوانهایی که شور خواندن داشتند و شوق نوشتن. به عبارت دیگر کافه‌نشینی با حضور استادانه صادق هدایت در حکم مکتبی بود که جوانترها در آن می‌شنیدند که چه موضوعاتی در حیطه روشنفکری روز مطرح است، چه کتاب‌هایی را باید خواند و چگونه باید نوشت. بزرگ علوی در مقاله‌ای با عنوان من مدیون صادق هدایت هستم در دفتر هنر ویژه صادق هدایت گفته است: پس از چند ماهی که او را شناختم، 2 داستانی را که نوشته بودم برایش خواندم. تازه هدایت زنده به گور را از زیر چاپ درآورده بود. جرأت به خرج دادم. داستانهای او را خوانده بودم و می‌ترسیدم که مرا دست بیندازد و بگوید برو کشتت را بساب. مرا تشویق کرد. گفت بنداز زیر چاپ. گفت اگر قبلا به من نشان داده بودی آنها را با نوبل‌های خودم چاپ می‌کردم. بی خود نیست که می‌گویم او مرا به نویسندگی واداشت. اما کافه‌نشینی صادق هدایت و دیگر نویسندگان و روشنفکران در تهران نظیر با سابقه تری داشته است در پاریس، مخصوصاً در همان دوره‌ای که صادق هدایت در پاریس بود و در این دوره بود که نویسندگانی مانند ژان پل سارتر و سیمون دو بووار بیشتر اوقات زندگیشون در کافه می‌گذشت. در کتاب راهنمای ادبی کافه پاریسی، تألیف وال کلارک، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه نیوکاسل، می‌خوانیم که در سال 1843 پاریس بیش از 3000 کافه داشت و در فاصله سالهای 1866 و 1869 مانه، دگا، پیسارو، رنوار و مونه، نقاشان معروف فرانسوی، مرتباً در کافه گربوآ همدیگر را می‌دیدند و صحنه‌هایی از زندگی در کافه را در بعضی از تابلوهای آنها می‌توان دید. وال کلارک در کتاب کافه پاریسی می‌نویسد: ژان پل سارتر و سیمون دو بووار از نویسندگانی بودند که زندگی و کار نویسندگی آنها با کافه‌نشینی توأم بود. آن دو در کافه دو فلور همدیگر را می‌دیدند، در این کافه می‌نوشتند و عملاً در آنجا زندگی می‌کردند. هر وقت دوستان، شاگردان یا همکارانشان می‌خواستند آنها را ببینند، می‌دانستند که باید به کافه دو فلور سر بزنند. آنقدر به سارت و دو بووار در این کافه تلفن می‌شد که سرانجام صاحب کافه یک تلفن اختصاصی به آنها داد. بیشتر کافه‌های روشنفکرنشین پاریس در مونپارناس و بولوار سن ژرمن و میدان سن ژرمن دپره واقع است. یکی از این کافه‌ها کلوزری دلیلاس که ارنست همینگوی در دوره اقامت خود در پاریس بیشترین قسمت رمان خوشش می‌آمد را در گوشه همین کافه نوشت. رامان‌پرساد و بحثشان نگیش به کافه نشینی گفته است. چون معلم بودم و پول کافی نداشتم در هتل زندگی می‌کردم و مثل همه کسانی که در هتل زندگی می‌کنند در ساعات روزم در کافه می‌گذشت. بعد ژان پل سارتر و یارانش کافه دفلور را پاتوق خود کردند و او درباره زندگیش در این کافه گفته است: من و سیمون دو بووار تقریباً کافه دفلور را خانه خود کرده بودیم. از ساعت 9 صبح تا ظهر در آنجا به نوشتن می‌پرداختیم و ظهر برای نهار می‌رفتیم بیرون. در ساعت 2 بعد از ظهر برمیگشتیم و تا ساعت 4 با دوستانمان حرف می‌زدیم و بعد تا ساعت 8 شب باز کار می‌کردیم. بعد از شام دوستانمان با قرار قبلی برای دیدن ما به کافه می‌آمدند. ممکن است که این جریان عجیب به نظر بیاید، ولی کافه دو فلور در واقع برای ما در حکم خانه بود. با توجه به این واقعیت که صادق هدایت خانه پدری را خانه خود نمی‌دانست و در آن از استقلال برخوردار نبود، به این معنی که کیفیت زندگی هنرمندانه او با آداب و رسوم زندگی اشراف مآب خانواده‌اش سازگاری نداشت، می‌توان گفت که زندگی در خانه پدر با داشتن یک اتاق در این خانه برای او مثل زندگی کردن در هتل بود و کافه نشینی می‌توانست جبران بخشی از کمبودها را بکند. صادق چوبک هم در دفتر خاطرات خود در 1 تیر ماه 1343 آنجا که درباره کافه فردوس سخن می‌گوید، اشاره به نداشتن اتاق درست حسابی می‌کند، یعنی نداشتن خانه دلخواه.
مدت 25 سال است که من این کافه را میشناسم. شاید بیشتر. بار اول با هدایت آمدم اینجا. اینجا سالها پاتوق هدایت و حواریونش و نیز روشنفکران و همچنین توده‌ای‌ها بود. من بسیاری از قسمت‌های خیمه شب‌بازی و انتری که لوتیش مرده بود و نیز سنگ سبو را پشت بعضی از میزهای مشخص این کافه که جای مخصوصم بود می‌نوشتم. اتاق درست حسابی نداشتم. در اینجا میشد دقایق خلوتی گیر آورد و به نوشتن و غلطگیری چاپ کتاب پرداخت. البته موقعیت صادق هدایت در کافه فردوس با موقعیت ژان پل سارتر در کافه فلور تفاوت زیادی داشت. تفاوتی به اندازه تفاوت تهران با پاریس، تفاوت موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فرانسوی با جامعه ایرانی در نیمه اول قرن 20. آزادی که سارتر از آن سخن می‌گفت با آزادی که صادق هدایت برای جامعه ایرانی می‌خواست ماهیت متفاوتی داشت. وقتی که صادق هدایت به کافه می‌آمد و پشت میز مخصوص خود می‌نشست، تا موقعی که از کافه بیرون می‌رفت، روشنفکران و نویسندگان جوانتری که دور او را می‌گرفتند، به شنیدن حرف‌های او که هر چه می‌گفت برایشان تازه بود، نیاز داشتند. بنابراین صادق هدایت در کافه نمی‌توانست از آن ساعاتی که ژان پل سارتر برای نوشتن داشت و از آن دقایقی که صادق چوبک برای نوشتن گیر می‌آورد داشته باشد. در آنجا صادق هدایت انگار استادی بود که به کلاس شیفتگان خود آمده باشد. تأثیر سخنان او در نسل جوانتر به اندازه‌ای بود که گویی آنها را افسون می‌کرد. از فریدون هویدا که در 21 سالگی با صادق هدایت آشنا شده بود و این آشنایی به دوستی انجامیده بود و به مدت 6 سال تا پایان زندگی هدایت ادامه یافته بود، می‌پرسم که برداشت او از شخصیت هدایت چه بود؟ نظر من نمیتونه نظر درستی باشه، برای اینکه منم تحت تاثیر هدایت قرار گرفته بودم در همون 2 سالی که آخر جنگ بین الملل دوم در تهران بودم، تحت تاثیر قرار گرفته بودم و بنابراین هر چی بگم ممکنه در اثر این تاثیر عمیقی که هدایت روی من داشت باشه. در حالی که فریدون هویدا از بیان نظر خود درباره شخصیت صادق هدایت به دلیل همان تأثیر عمیق هدایت در جوانترها خودداری می‌کند، دکتر تقی تفضلی در ستایش او می‌گوید: صادق هدایت مردی بود آزاد و آزاده در آسمان هفتم که اسیر هیچ چیز و هیچ کس نبود. می شود گفت که ما دوستان و ارادتمندان صادق هدایت اسیر او بودیم. اسیر او بودیم به این معنا که همه چشم دوختیم تا صادق هدایت دهن باز کند و چیزی بگوید و ما حذف کنیم، کیف کنیم و اطاعت کنیم، چون صادق هدایت مراد ما بود. اما صادق هدایت در کافه همواره حالتی جدی نداشت. لابد جوانترها در خلال شوخی‌ها و حرف‌های طنزآمیز و تلخ او نکات جدی می‌یافتند. دکتر احسان یارشاتر در اشاره به حالات شوخی و جدی صادق هدایت یکی از خصوصیات او را معرفی می‌کند و آن پنهان کردن شرم و حضور در نقاب شوخ رفتاری است. در مجلسی که بود وقتی با رفقاش دور هم میشد، فرد شاخص بود و پیدا بود که همه دور او جمع شدن. صحبت جدی خیلی کم میکرد، مگر استثناء با بعضی دوستان خیلی نزدیکش و اونم در محیط کار، مثلا تو مجله موسیقی و مجله سخن. و اصولاً چون آدم خیلی محجوبی بود، یعنی یک ترکیبی از تعرض و شرم حضور داشت. تعرضش البته در بعضی داستانهاش و به خصوص اون جاهایی که صحبت عرب و مغول و اینها میاد دیده میشه، ولی شرم حضورش باعث میشد که همیشه به دامن شوخی پناه ببره و یک به اصطلاح پرده‌ای بله جلوی خودش میکشید که نفوذ کردن اون برای قالب اشخاص چیز بود. اصطلاح خاصی در زبان انگلیسی برای اینکه میگن فلیپنسی، در حقیقت این روشش همه چی داره یه دستی گرفتن و به شوخی برگزار کردن در همه افعال زار. آدم حالشون میپرسید و نمیگو بد نیست اینا، در قید حیات با یک گوشه‌ای به عبارت کتابی و فرض کنم اینا، و یا مثلا کتاباشون کنیم معلومات هم مال تو، باز دوباره با گوشه‌ای به این که مثلا به عبارت معلومات و به کتاب و اینا. یک تهمزه حجری در همه این چیزاش بود. بعضی از دوستان و آشنایان صادق هدایت علاوه بر شوخ طبع او به فروتن بودنش هم اشاره می‌کنند. از اون جمله پروفسور کومیساروف، استاد شهرشناسی در آکادمی علوم روسیه در مسکو
و مترجم چند کتاب از صادق هدایت به روسی که کتابی هم درباره صادق هدایت با عنوان زندگی پس از مرگ نوشته است، در صحبت از آشنایی با صادق هدایت میگوید: برای من اشخاصی مثل بزرگلوی، مثل احسان طبری و دیگرها کمک کردن برای اینکه من بتوانم با صادق هدایت از نزدیک آشنا بشوم و آثارش رو جمع‌آوری بکنم. چندین دفعه با هم بودیم، صحبت‌ها داشتیم. به نظر من خیلی فروتن بود. اولا خیلی فروتن، هیچ وقت نشان نمیداد که واقعا شخص مهمی است، ادیبی بزرگی است و همیشه با اشخاص زیاد معاشر بود، اما کم صحبت بود، زیاد صحبت نمی کرد. خیلی به اصطلاح شوخ بود و شوخیش طوری بود که هیچ وقت مخالف یا ناراضی نبود ازش. انور خامعی نویسنده و محقق در کتاب 4 چهره خاطرات و تفکرات درباره نیمای شیخ، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز از انتشارات کتابسرا که در سال 1368 در تهران منتشر شده است، علاوه بر شوخ طبعی از تندخویی و اخم و غضب صادق هدایت هم سخن میگوید. گاهی شوخ و خنده‌رو بود و گاهی برعکس اخم و ترشرو، گاهی سر لطف بود و گاهی سر غضب. وقتی که سر لطف بود به قدری شوخی میکرد، لطیفه میگفت، سر به سر این و آن میگذاشت، بزرگویی میکرد، متلک میگفت که بدحالترین حاضرین نیز سر حال میومدند و بدبختی‌ها و گرفتاری‌های خودشون رو فراموش میکردند. اما وای به روزی که هدایت اخم و سر غضب بود. از همان اول که میومد بغض میکرد و مثل برج زهرمار مینشست. برخلاف روزهای دیگر نه با کسی چاق سلامتی میکرد و نه به کسی بنجلموسیو میگفت. وقتی شروع به صحبت میکرد همه چیز را بد و تلخ و زننده و مرگبار نشان میداد. همه کس را، همه انسانها را درو، دغل، حقه‌باز، پست، فاسد، دروغگو و پولپرست معرفی میکرد. همه سر تا پا گوش میشدند و او متکلم وحده. همه چیز و همه کس را زیر تازیانه انتقاد میگرفت و محکوم میکرد. هیچ کدام یارای این که از جا برخیزیم و محفل را ترک گوییم نداشتیم. اما انور خامعی در هر حال نمیتواند از تأکید بر نفوذ کلام صادق هدایت، حتی اگر این کلام سخت تلخ و کوبنده می بود، خودداری کند. همه چنان مجذوب سخنان او می شدیم که کاروبار خود را فراموش می کردیم. به راستی نفوذ کلام هدایت به ویژه در چنین مواقعی به اندازه‌ای از این بود که اثر هیپنوتیزم داشت. دومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم و تا برنامه بعدی که به جنبه‌های دیگری از زندگی صادق هدایت خواهیم پرداخت، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
زن، این لکاته، این جادو، نمیدانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را می‌خواستم، بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت. فریاد می‌کشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی می‌کردم که با او در جزیره گمشده‌ای باشم که آدمیزاد در اونجا وجود نداشته باشد. آرزو می‌کردم که یک زمین لرزه یا طوفان و یا صاعقه آسمانی همه رجاله‌ها که پشت دیوار اتاقم نفس می‌کشیدند، دوندگی می‌کردند و کیف می‌کردند، همه را می‌ترکانید و فقط من و او می‌ماندیم. راوی بوفکور و حادترین نیاز او و بزرگترین آرزوی او. به سومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از چند تن از دوستان صادق هدایت از نسل جوانتر از او درباره شوخ طبعی و در این حال تندخویی او شنیدیم. آیا نویسنده‌ای که در سال 1315 یعنی زمانی که خود 34 ساله بود و در اوج جوانی و از زبان راوی معروفترین داستانش که تقریباً همه خود هدایت را در شخصیت او می‌بینند، چنین دردمندانه از نیاز به جفت‌خواهی سخن می‌گفت، خود گرفتار چنین موقعیت تلخ و روح آزاری نبود؟ صادق هدایت هرگز ازدواج نکرد و از این گذشته نزدیکترین دوستانش هم از رابطه او با زنی در مقام معشوق یا زن دلخواه سخنی نگفتند و ننوشتند. از فریدون هویدا داستان نویس و منتقد سینما که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود و در آخرین سفر او به پاریس در آن شهر اقامت داشت و او را میدید، پرسیدم که آیا هرگز از خود هدایت یا کس دیگری شنیده بود که او با زنی رابطه عشقی یا جنسی داشته باشد؟ من خیال میکنم این قسمت‌های مربوط به روابط جنسی و اینا مهم نیست، هیچ گویا نیست. اون چیزی که من وقتی پاریس اومد دیدم این بود که هدایت از زندگی اصلا بیزار شده بود. و من که مثل هر کسی دیگر میدانم که داشتن پیوندی در عشق و معانست و همدلی با زنی روشن ذهن و صمیمی میتواند در موقعیت هر مردی در نگرش او به زندگی و جهان تأثیری شکیباور داشته باشد و نگذارد که بیزاری از زندگی او را به سوی مرگ بکشاند، به فریدون هویدا میگویم که این موضوع نمیتوانست در جهانبینی نویسنده‌ای مثل صادق هدایت که در بیشتر داستان‌های او جنبه‌های عجیب و دردناک از روابط زن و مرد مطرح است تأثیر نداشته باشد. شاید ولی زندگی خصوصی هدایت یک زندگی خیلی واقعا خصوصی بود. عده خیلی کمی با این قسمت زندگیش آشنایی داشتن. ولی اون چیزی که میخوام بگم اینه که در پاریس وقتی آمد اون چند ماهی قبل از خودکشی واقعا یک شخص خیلی ناامیدی شده بود، کاملا ناامید و از زندگی دور. اما این مرد 48 ساله کاملا ناامید و از زندگی دور به هر حال مرد بود و به زن کشش داشت و عاشق شده بود و لابد بارها عاشق شده بود، از آن جمله در جوانی در پاریس احتمالاً عاشق زنی به نام ترز که ترجمه فارسی نامه او در پاسخ به نامه صادق هدایت در کتاب نامه‌های صادق هدایت گردآورده محمد بهارلو آمده است. گربه کوچک ایرانی من، تنها یک کارت کوچک، زیرا در مرخصی هستم، در استوتا پیش مادرم و خیلی گرفتار. من چند روز پیش از پونتورسون رد می شدم و خیلی به نخستین ملاقاتمان فکر کردم. مادرم پیر شده و کمی بیمار است. این مرا ناراحت کرده. وقتی برگشتم به شما نامه خواهم نوشت. نزدیک 15 ژوئن. من را محکوم به بی‌وفایی نکن. شاید تنبلی. و چرا اسم معشوقم را میپرسی؟ ترجیح میدهی که به شما جواب بدهم که چند تا دارم. چیزی که لازم است بگویم این است که من از آنها هیچ کدام را دوست ندارم. من به شما نامه مفصل تا 10 روز دیگر می نویسم. من شما را همیشه دوست دارم. به جهانگیر هدایت داستان نویس فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت میگویم که از اشارت نامه ترز می توانیم حدس بزنیم که صادق هدایت او را دوست می داشته است و شاید هم که یکی از عوامل اقدام به خودکشی اول او در پاریس در بحبوحه جوانی در اوج امیدها و آرزوها ناکامی او در عشق بود. و جهانگیر هدایت میگوید اصولا صادق هدایت به عقیده بنده آن تیپ مردی نبود که به خاطر عشق یا زن یک چنین کاری رو انجام بده. صادق هدایت البته در روابطش با زنها زیاد موفق نبود،
در آثارش هم ما میبینیم که همیشه اشاره میکنه که میگوید من دلم میخواست زنها به طرف من میآمدن. در داستان کاتیا، راوی داستان در کافه با یک مهندس اتریشی آشنا می شود که چندین زبان خارجی می داند، از آن جمله روسی، فارسی و ترکی. این مهندس اتریشی در جنگ بین‌المللی اول مدتی در اسارت روس‌ها بوده است و برای راوی از عاشق شدنش در دوره اسارت می گوید. او برای من اولین زن و آخرین زن بود و یک تأثیر فراموش نشدنی در من گذاشت. می‌دانید همیشه زن باید به طرف من بیاید و هرگز من به طرف زن نمی‌روم. چون اگر من جلوی زن بروم، اینطور حس می‌کنم که آن زن برای خاطر من خودش را تسلیم نکرده، ولی برای پول یا زبانبازی و یا یک علت دیگری که خارج از من بوده است. احساس یک چیز ساختگی و مصنوعی می‌کنم. اما در صورتی که اولین بار زن به طرف من بیاید، او را می‌پرستم. میگویم طبیعی است که مردی که منتظر باشد تا زنها به طرف او بیایند، در مقایسه با مردی که چنین انتظاری نداشته باشد و خود به سوی زنی برود که نسبت به او کشش احساس می‌کند، از لحاظ بهره‌مندی از عشق و مؤانست و برآورده کردن نیاز جنسی محرومیت بیشتری می‌کشد و این محرومیت در برخورد او با زندگی و جهان تأثیر منفی می‌گذارد، چون که در بسیاری از داستان‌های صادق هدایت چنین تأثیرهایی را می‌بینیم. هدایت به خاطر اون حجب و حیای ذاتی که داشت، کسی نبود که برود به یک زنی اظهاری بکند از ترس اینکه مبادا اون زن به او بگوید نه. یعنی به قدر این نه برای او دردناک بود که میگفت من از این اصلا پیشنهاد صرف نظر میکنم. ولی نه، به نظر من این نبود. کما اینکه بعد از خودکشی که 1 هفته کامل پدر من اصلا قرار شده بود که مرتب با صادق هدایت باشد و برنامه‌های مشترک داشته باشند، که این قضیه رو از طرف سفارت خیلی تاکید کرده بودند و آقای حسین علا که وزیر مختار ایران بود، به چند دلیل. یکی اینکه خب بالاخره یه دانشجو ایرانی افتاده بود تو آب، باید وضع روشن میشد. یکی اینکه با خانواده هدایت یک روابط نزدیکی داشت و خودش رو یه مقدار در مقابل اونها متعهد میدانست. پدر من رو مأمور کرده بود که باید مراقب برادرت باشی. در اون مدت پدرم در خاطراتی که هم برای من گفته است و هم یه مقدارش هم به صورت نوشته شده آمده است، یکی از برنامه‌هایی که اجرا می‌کرده این است که صادق هدایت رو تشویق می‌کرده با خانم‌ها همنشینی داشته باشه و این هم انجام می‌شده. یعنی صادق هدایت هم این رو پذیرفته بوده و یه مقداری از تفریحاتی که می‌کردن همنشینی با خانم‌ها بوده است. ولی تا اونجایی که خانواده هدایت می‌داند، شکست عشقی در کار نبوده است که یک دفعه منجر بشود به یک خودکشی ناگهانی. ژاک کدری، دوست و همسایه دوره کودکی و جوانی صادق هدایت، در گفتگویی با علی جعفری در استرالیا به خاطره اشاره می‌کند که باید مربوط به زمانی باشد که صادق هدایت بعد از مدتی تحصیل در پاریس به تهران برگشته است و با جدیت به نویسندگی پرداخته است. ظاهراً اعتضادالملک پدر صادق هدایت از مجرد زندگی کردن او نگران است و برای نصیحت کردن به او دست به دامن دوست او می‌شود. مرحوم اعتضادالملک اغلب عصرها در کنار جوی خیابان و زیر درختان قدم می‌زد. روزی هنگام خروج من از خانه مرا صدا زد. بعد از سلام و عرض ادبی کردم، ایشان سر صحبت را باز کرد و گفت شما که با صادق دوست صمیمی هستید، او را هدایت کنید که ازدواج کرده و برای خود سر و سامانی ترتیب بدهد. من هم یک شب که به اتفاق صادق به رستوران کنتیننتال رفته بودیم، ضمن صحبت مطلب را مطرح کردم و سفارش پدر صادق را به او گفتم. گفت تا چند روز دیگر جواب خواهم داد. چند شب بعد به مغازه من آمد و دستمال آلوده و چسبناک و خشکیده‌ای را به من داد و گفت این را به پدرم برسان و بگو نوع و نتیجه‌هایت توی این دستمالند. من جنایتی را که تو مرتکب شدی تکرار نخواهم کرد. جوابی تلخ از فرزند به پدر و یادآور سخن ابوالعلاء مری، شاعر عرب که مثل صادق هدایت گیاهخوار بود و هرگز ازدواج نکرد و خواسته بود که بر سنگ گورش این بیت را حک کنند که این جنایتی است که پدرم بر من روا داشت و من هرگز آن را بر هیچ کس روا نداشتم. اما به هر حال گریز از ازدواج و خودداری از صاحب فرزند شدن موضوعی است متفاوت با داشتن میل طبیعی جنسی و نیاز به ارضای طبیعی این میل. از جهانگیر هدایت میپرسم که آیا صادق هدایت وقتی که از پاریس به تهران برگشت
در میان خیشان یا آشنایان زنی بود که انتظار آمدن او را داشته باشد و صادق هدایت هم در بازگشت سراغی از او بگیرد؟ ببینید، من خودم شاهد و ناظر آمد و رفت هایی بودم در ایامی که صادق هدایت در خیابان ثریای قبلی و ثمانیه فعلی در خانه پدری زندگی میکرد. در این خانه ابتدا حیاط بود و بعد ساختمان. منم یک پسری بودم، در دبیرستان درس می‌خوندم. در حیاط خانه هم سگ غول‌پیکری گشت می‌زد، یک جرمن شپرد سیاه رنگ. چون من بیش از هر کس دیگری در این خانه به این سگ توجه می‌کردم، طبعا آن سگ هم بیش از هر کس دیگری به من توجه داشت. کسانی که وارد خانه می‌شدند باید از حیاط می‌گذشتند تا بروند به ساختمان. حالا دیگه صادق هدایت بسیار معروفه و صادق هدایته، یعنی تقریبا تمام آثارش رو به وجود آورده، در دنیا شناخت پیدا شده برای او و تلفن میزنن، وقت میگیرن و میان که فقط صادق هدایت رو ببینن و با صحبت بکنن. در مواردی صادق هدایت برای اینکه مهمانش از این حیات بگذرد و دوچار آن سگ درنده نشود به کمک من احتیاج داشت. لای پنجره اتاقش را باز میکرد، منو صدا میزد. در خانه به من میگفتن جهان. جهان، من جواب میدادم. میگفت یک خانومی قراره بیاد و من رو ببینه، شما لطفاً سگ رو بپایید. در میزدن. اون وقتها خب دستگاه افی به قول معروف در کار نبود. ما در رو باز میکردیم، یک خانوم بسیار خوشگل جوان شیکی میگفت من اومدم صادق هدایت رو ببینم. ما ایشون رو راهنمایی میکردیم، سگ رو هم کنترل میکردیم که مزاحم نشود و ایشون میرفتن پیش آقای صادق. 1 ساعت 2 ساعت میگذشت و این خانم پیش آقای صادق بودن. بعد دوباره صادق متوسل به من میشد که این خانم میخواد بره، لطفا شما این سگ رو کنترل بکنید. ما هم این کارو میکردیم. البته اینجا یه نکته ظریفی رو بنده باید بگویم. خب من یک پسر 16-17 ساله بودم، ولی خب یک پسر 16-17 ساله همه چی رو میداند و درک میکند. و عقیده من خانمی که رفته بود به اتاق صادقان و همون شکل و شمایلی که بود بر نمیگشت و یک تغییراتی در سر وضع ایشون حاصل شده بود که اینها همه نشان میدهد آنطوری که میگویند هم آقای صادقان بی سلیقه نبوده است. البته از توضیحات جهانگیر هدایت که میگوید چندین زن مرتباً به دیدار صادق هدایت میآمدند، باز هم نمیتوان چنین دریافت که او با یک زن واحد خاص رابطه دوستانه یا عاشقانه‌ای می‌داشته است. به هر حال وقتی که مردی با چنان مشخصات و خصوصیاتی که جهانگیر هدایت به آنها اشاره کرد تنها زندگی می‌کند، بعضی از دوستان و آشنایانش درباره او چیزهایی می‌گویند که درست یا نادرست به کارهایی مثل استمناء، هماغوشی با روسپیان و همجنسبازی اشارت دارد. درباره صادق هدایت البته مسائل بسیار زیاد منفی گفته میشه. واقعا ما نباید بیاییم آنچه که گفته میشه زیاد جدی بگیریم. حالا بگذاریم که اصولا همجنسبازی در شرق و غرب کاملا دو مفهوم جدا داره. در امریکا اصلا یک محله هست در سان فرانسیسکو که اینها اونجا هستن و خیلی هم مردم به اینا احترام میگذارن، ولی خب در شرق مسئله فرق میکنه. ولی به عقیده بنده صادق هدایت مطلقاً هم جنس باز نبوده. اون ظرافت هایی که ما در صادق هدایت سراغ داریم، اون حجب و حیا و شرمگینی که ما در صادق هدایت و بعدم صادق هدایت اصولا یک مرد به قول معروف حشری نبوده که دنبال این مسائل جنسی باشه. بنابراین ما وقتی اینا رو با هم جمع میزنیم و بعد شخصیتی که او داره، خانواده‌ای که او داره، تحصیلاتی که او داره، اینها رو وقتی با هم جمع میکنیم ببینیم که اصلا صادق هدایت احتیاج نداره هم جنس باز باشه. به قدری خانوم‌ها به صادق هدایت توجه داشتن. اولا مرد خوش قیافه‌ای بوده، بسیار قشنگ صحبت میکرده،
بسیار شیک لباس میپوشیده، بسیار تمیز بوده. خب یه همچین آدمی که مورد توجه خانم‌ها هست، هیچ لزوم نداره که به همجنس خودش توجه داشته باشه. به عقیده بنده این هم مثل بسیاری از آنچه که درباره هدایت درآوردند هست، ولی من میخوام یه خورده پامو بالاتر بذارم. اصلا فرقی نمیکنه. هدایتی که ما داریم دارای آن چنان مقامی است که این مسائل یه مسائل حاشیه‌ای است که هیچ تغییری در وضع هدایت نمیده. برادرها و خواهرهای صادق هدایت راه سنتی خانواده اشرافی خود را ادامه داده بودند و به تصور اعتضادالملک پدر خانواده با تحصیلات، شغل و ازدواج سر و سامان پیدا کرده بودند. اما صادق هدایت تحصیلات رسمی را به جایی نرسانده بود، شغل مهم و پردرآمدی نداشت، مجرد مانده بود، سربار خانواده بود و برای خانواده‌اش از همه ناخوشایندتر با افراد به اصطلاح ناباب معاشر بود. محمود هدایت برادر صادق هدایت در سال 1346 در مصاحبه‌ای در مجله سپید و سیاه از رفقای ناباب او و در دفاع از ارزش‌های خانوادگی چنین نالیده بود: یادم آمد که آقای دکتر خانلری در نخستین مقاله شرح مبسوطی در خصوص صفات و محسنات اخلاقی برادرم نوشته بودند که بسیار بجا بود. ولی آیا ایشان می‌دانند که آن اخلاق و سجایا از کجا سرچشمه گرفته بود؟ لابد نه. ولی من برای ایشان میگویم از قانون خانوادگی. معالوصف خانواده‌ها فرزندان خود را با رنج و مشقت می‌پرورانند و در کمال مهر و محبت چون فرشته‌ای تربیت کرده و تحویل جامعه خراب پردد و دیو می‌دهند و آن فرشتگان به تدریج خوی رفقا را فرا گرفته و آن زحمات به هدر می‌رود. اما جهانگیر هدایت فرزند عیسی خان می‌داند که اعتبار صادق هدایت به همان شخصیتی است که او با همه آن خصوصیات خوب و بد پیدا کرده بود و اگر قرار می‌بود که در مسیر سنتی خانواده حرکت کند، صادق هدایتی که می‌شناسیم نمی‌بود و به فراموشی سپرده می‌شد. در این مورد باید خدمتتون عرض کنم که اولا صادق هدایت اصلا خانواده هدایت رو قبول نداشت. ببینید صادق هدایت یکی از خصوصیاتی که داشت آن بود که هیچ قیمی رو قبول نمی‌کرد. حالا این قیم خانواده باشه، یک ایدئولوژی مذهبی باشه، حتی ایدئولوژی سیاسی باشه یا هرچی. فردی بود کاملا مستقل و متکی بود به آنچه که خودش اندیشه می‌کرد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم جامعه ایرانی یک دوره جدید از تحولات اجتماعی و سیاسی را می‌گذراند. تحولاتی که می‌توانست گروهی را امیدوار کند و گروهی را نومید و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان از آن جمله صادق هدایت با نگرشی آرمانجویانه خواهان چنان تحولات بنیادی بودند که جامعه آماده یا پذیرای آن نبود و به همین علت یأسشان می‌گرفت. فریدون هویدا درباره این دوره می‌گوید: همون زمانی که من در ایران با هدایت آشنا شدم دیدم که هم هدایت هم خیلی از نویسندگان و اهل قلم اون زمان همه معتاد به مواد مخدر شده بودن. هدایت هم بود، پاریس هم که اومد ادامه میداد و براش میرسوندن مواد. این اثر خیلی زیادی داره توی سرنوشت. سومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشنام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی به جنبه‌ای از زندگی صادق هدایت خواهیم پرداخت که در آن طلب تسکین و فراموشی از مواد مخدر یا به قول خود او دود و دم جای خاصی دارد. خدا نگهدار.
اوضاع اینجا خواسته باشید چیزی تازه‌ای نشنیدم. زندگی به همون حماقت سابق ادامه دارد. نه امیدی است و نه آرزویی و نه آینده و گذشته‌ای. چهارستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپریم و با نهایت تعجب می‌بینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آوردیم. مسخره بازی ادامه دارد. چهارستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپریم. درد دل صادق هدایت با دوستش شهید نورایی در نامه 13 فروردین 1326. سلام. به 4مین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی شنیدیم که اعضای خانواده سنتی و اشرافی صادق هدایت از شیوه زندگی او خرسند نبودند و لابد یکی از عوامل این ناخرسندی همان تسکین خواهی صادق هدایت از دود و دم بود که معمول همنشینی با رفقای ناباب و به گفته محمود هدایت در جامعه پردد و دیو پیش می آمد. اما بدیهی است که رفقای به اصطلاح ناباب هدایت هم خود پرورده جامعه زمان خود هستند و بسیار عوامل پیچیده فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گرفتن شخصیت آنها دخالت پیدا می کند و شاید حتی در مورد انسان حساس با مطالعه و هنرمندی مثل صادق هدایت هم نتوان چنان تصوری داشت که از جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان، برادر ارشد صادق هدایت میشنویم. صادق هدایت یک انسانی بود که به عقیده بنده در یک زمان غیر متعارفی، در یک مکان غیر متعارفی اصلاً به وجود اومد. یعنی او نباید در ایران زاده میشد، نباید به زبان فارسی مطالبش رو مینوشت و نباید یه چنین زندگی میداشت. او خیلی لیاقتش بیش از این بود. ولی صادق هدایت شخصیت ممتازی بود، اما همان موقعیت تاریخی از جامعه متحول ایرانی بود که در نقطه‌ای از سیر زمانی خود از فردیت‌های متفاوت شخصیت‌های متفاوت می‌پرورد و در آن میان یکی هم صادق هدایت می‌شد. نظر جنابعالی رو بنده میپذیرم، منتها یک مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. بله، در صادق هدایتی که ساخته شد از دبستان و دبیرستان و معلم‌ها و خانواده و حتی اون لله‌ها و مستخدمینی که در منزل بودن، اینا هر کدوم یک اثری گذاشتن که چنین شخصیتی ساخته بشه. ولی وقتی این شخصیت ساخته شد، اجتماع نتونست این شخصیت رو اونطوری که باید و شاید نگاه داره کمانجد دست داد. به هر حال در همان اجتماعی که نتوانست به قول جهانگیر هدایت شخصیتی مثل صادق هدایت را اونطور که باید و شاید نگه دارد، بسیاری از شاعران و نویسندگان مخصوصاً در سالهای بعد از سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق و قدرت گرفتن سلطنت دچار یأس شدند، به مواد مخدر پناه بردند و گروهی از آنها با مرگ نابهنگام از جهان رفتند. ضمناً صادق هدایت چنان که دوستانش هم گفتند، بیش از آن که تحت نفوذ یاران قرار بگیرد، بسیاری از یارانش خود را به نفوذ او می‌سپردند. ظاهراً صادق هدایت در زمانی که بوفگور را می‌نوشت، یعنی پیش از سال 1315 که سال انتشار این کتاب است، از میان مواد مخدر حداقل در مصرف تریاک تجربه داشت. دکتر تقی تفضلی، رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران، در اشاره به این موضوع گفته است: اولین باری که صادق هدایت را دیدم مهتاب شبی بود در تابستان سال 1316 شمسی در بهشت‌آباد تهران، در خدمت آقای دکتر سید صادقخان گوهرین، استاد دانشگاه تهران. ما جلوی دکه‌ای نشسته بودیم. در حدود ساعت 10 شب بود که از میان سایه روشن مهتاب از وسط خیابان سایه‌ای به نظر رسید که جلو می‌آمد. وقتی که سایه نزدیکتر شد معلوم شد آقای صادق هدایت است. دکتر گوهرین که ایشان را می‌شناخت سلام کرد و مرا به ایشان معرفی کرد. منظور از دکه بهشت‌آباد قهوه‌خانه است. در آن ایام بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، شعرا و به خصوص نوازندگان و موسیقیدانان و اشخاصی که متظاهر به ذوق و هنر بودند در این محل‌ها رفت آمد می‌کردند و کمی هم تریاک می‌کشیدند. این امر عادی بود
ولی باز خیال نفرمایید که صادق هدایت اگر به قهوه خانه‌ای میرفت مثلا در گوشه‌ای دراز میکشید و میافتاد و احیانا قهوه‌چی کثیفی به او تریاک میداد. نه ابدا. باز صادق هدایت همون صادق هدایت میخانه بود، یعنی مردی بسیار تمیز و خوشلباس و پاکیزه و متین و موقر در گوشه‌ای که تمیزتر بود مینشست و تا اواخر شب یک نفر که تمیزتر بود و بلد بود تریاک به کسی بدهد یک بستی کوچک خدمت آقای صادق هدایت میبرد، ایشان میکشید. در پایان بخش اول بوفکور، راوی داستان با تجربه‌ای که صادق هدایت از کشیدن تریاک داشت میگوید: بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم. آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم. چند پک وافور کشیدم و در عالم خلسه به عکس ها خیره شدم، چون میخواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اسیدی تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید کند. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسونه‌آمیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. در امواجی غوطه‌ور بودم که پر از نوازش‌های اسیری بود. کس دیگری که از تجربه صادق هدایت در مصرف تریاک گفته است، تورج فرازمند، روزنامه‌نگار، مترجم و مدیر سابق خبر رادیو تلویزیون ملی ایران است که اشاره به سال 1323 یعنی 7 سال بعد از آشنایی دکتر تقی تفضلی با صادق هدایت در قهوه‌خانه بهشت‌آباد می‌کند، اما با روایتی کاملا متفاوت از وضع و جو این قهوه‌خانه‌ها. هدایت خیلی آدم وسواسی بود و این هم یکی از تضادهای او بود. از یک طرف آدمی بود تمیز و وسواسی و از طرف دیگر به پست‌ترین و کثیف‌ترین و آلوده‌ترین مکان‌ها رفت آمد می‌کرد. حدود سالهای 1323 بود، پیش از آن که به فرنگ بروم. یک مرد مرا به خرابه‌ای برد بالای لاله‌زار نو. در آنجا توی یک غار بیغوله کثیفی یک عده معتاد مثل اشباح نشسته بودند و تریاک می‌کشیدند. این آدم تمیز و وسواسی نشست و همان وافور همگانی را به دهان گذاشت. ظاهراً صادق هدایت علاوه بر تریاک از مواد مخدر گردی مثل کوکائین هم استفاده می‌کرد. تورج فرازمند در این مورد گفته است: در اینکه هدایت مواد مخدر مصرف می‌کرد هیچ شکی نیست، اما درجه اعتیادش را من نمی‌دانم. یک بار در پاریس با هدایت و بیژن جلالی خواهرزاده او برای نهار رفتیم. هدایت علنی و بدون هیچ گونه پرده پوشی گردی از جیبش درآورد و مصرف کرد. حتی قطری هم به من و بیژن جلالی داد که ما هم کشیدیم. انور خامعی، نویسنده و محقق که از آشنایان نزدیک صادق هدایت بوده است، در کتاب 4 چهره اشاره به این موضوع می‌کند که صادق هدایت در سالهای آخر با حسن قائمیان خیلی نزدیک بود و با هم مواد مخدر استعمال می‌کردند و بعد می‌گوید: به هر حال هدایت در این سالهای آخر گرفتار انحطاط روحی و اخلاقی شده بود. بیش از گذشته به مواد مخدر و مشروب پناه می‌برد. کار تحقیقاتی را در متون پهلوی به کلی کنار گذاشته بود. کار ادبی جدی هم نمی‌کرد. تنها آثاری که در این سالها از او منتشر شده 2 ترجمه از آثار کافکاست که با همکاری قائمیان انجام داده است. اما این صادق هدایتی که در فاصله سالهای 1308 تا 1324 یعنی به مدت 16 سال اولین داستان‌های کوتاه به سبک اروپایی یا غربی را عرضه کرد و پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران شد و آنگاه با تجربه بیشتر مجموعه داستان‌های دیگری منتشر کرد، زبان گفتاری فارسی زمان خود را به کار گرفت و گفتگو در داستان را به فراخور شخصیت و فرهنگ طبقاتی اشخاص آورد، با شور و دقت آثار نویسندگان معتبر غربی را در شیوه‌های از رمانتیسیسم گرفته تا رئالیسم و سمبولیسم و سورئالیسم و مدرنیسم خواند و از آنها بهره گرفت و داستان‌هایی با این شیوه‌ها یا ترکیبی از آنها نوشت. برای اولین بار اهمیت پژوهش در فولکلور یا فرهنگ توده را در مقالاتی نشان داد و خود نیز به گردآوری نمونه‌هایی از آن پرداخت. زبان پهلوی آموخت و چند متن باستانی را به فارسی زمان خود برگرداند. برای اولین بار با روش علمی رباعی‌هایی را که می‌توانست از عمر خیام باشد از میان بیش از 1000 رباعی منسوب به او برگزید و با مقدمه‌ای مفصل در شناخت فکر، فلسفه و هنر خیام منتشر کرد و در طنز با شیوهی هنرمندانه و گیرا با مایه نقد اجتماعی و ادبی مجموعه وقوق صحاب و بلنگاری را ارائه داد و این همه و بسیار کارهای با ارزش دیگر را در این 16 سال به انجام رساند. به چه علت یا علتهایی به چنان یأس و سرخوردگی دچار شد
که درست در زمانی که پس از آن همه اطلاعات و تجربه می توانست داستان‌های بهتر از آنچه نوشته بود بنویسد و پژوهش‌های جامع‌تر از آنچه کرده بود بکند، دیگر چیزی با ارزشی ننوشت و سرانجام هم در غربت به زندگی خود خاتمه داد. این واقعیت تلخ و پیچیده بسیاری را سخت متعجب و سخت اندوهگین کرد. دکتر احسان یارشاتر با همین تعجب و اندوه میگوید: البته در این حالم برای کسی که آشنا با خودش بوده یک نوع تأسفی که مردی با این استعداد و تا این اندازه بی‌دلیل به نظر بنده اینقدر سرخورده و مایوس بود و تاب زندگی رو نداشت. چون زندگی همین نیست که هست. اشخاصی همین زندگی رو میبینن دائما قهقه میزنن و از خندهشون قطع نمیشه. یک کسی هم استاد نگاه میکنه همش احساس کثافت و هرزگی و نکبت و بدبختی و اینا میکنه. خب این بستگی به طبیعت و ساختن ذهنی افراد داره. من چون خودشم میشناختم باش مانوس بودم، البته یه نوع تأثری حس میکنم از این که همین احوال بر خود من گذشته باشه تا یک حدی. میگم چقدر حیف بود که اینطور. بسیاری از صاحب نظران با اشاره به این نکته که صادق هدایت در داستان زنده به گور که آن را در 11 اسفند 1308 در زمان تحصیل در پاریس نوشت گفته است: کسی تصمیم به خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضیا هست، در خمیره و در سرشت آنهاست. نمیتوانند از دستش بگریزند. اقدام به خودکشی اول در بحبوحه جوانی او را مقدمه‌ای بر خودکشی او در 48 سالگیش می‌دانند. اما جهانگیر هدایت در مورد اقدام به خودکشی اول صادق هدایت علتهای دیگری را برمی‌شمارد. ببینید، علت اصلی نمی‌شود برای خودکشی بار اول هدایت در نظر گرفت. ولی اگر ما نامه‌هایی که قبل از خودکشی و حتی بعد از خودکشی برای خانواده فرستاده و مخصوصا کارت پستال ها، شما میبینید که صادق هدایت از چند مسئله به شدت رنج میبره. یکی، درسی که میخونه مورد علاقش نیست، از طرف دیگه متعهد است که باید این درس را بخواند. از جانب دیگر پدرش بسیار به او فشار میآورد که باید درس بخوانی و یک مدرکی بگیری. از طرف دیگه از نظر بدنی هم صادق هدایت گرفتاری های زیادی داره. مرتب در کارپوسالاش چشم درد، سرماخوردگی و بعد یه مسئله جالب این است که اینها همه با مالاریا میرفتن به پاریس. هم پدرم مالاریا داشت، یعنی میگفتن تب نوبه. اصلا تب نوبه یک بیماری خیلی عادی بود برای تهرانی ها که اینا این تب بیاید و اینها یه چند روزی این تب را تحمل کنن بعداً از جاشون بلند شد. بنابراین صادق هدایت هم گرفتاری چشم داشته، هم گرفتاری تب نوبه داشته و هم به خاطر سرما رنج بودن بدنش و سرد بودن هوای فرانسه و پاریس بسیار سرما میخورده. پس این مشکلات بدنی هم خودش. و یکی از عجایبی که شما در این کارپوسالا میبینید است که همیشه این مشکلات بیماری ها و از این قبیل مشکلات شب امتحان حادث میشده که امتحانات ایشون رو هم به خطر میداده. و یه مسئله دیگه هم به پولیش بوده. صادق هدایت یک بورسیه بوده از طرف دولت ایران و مقدار پولی که بهش میدادن برای برنامه‌هایی که ایشون داشتن کافی نبوده. مثلا نوبت جدی کتاب می‌خریده و بعدش هم صادق هدایت اون کنجکاوی که در او هست می‌خواسته همه جا رو بره ببینه. مثلا شما می‌بینید که در فصل تابستان به تمام پلاژهای معروف فرانسه مثل لوهاور و مثل دوویل و غیر و ذالک ایشون مسافرت میکنه و میره اونجا که تمام دوستانش هم به دنبالش میرن. خب اینا همه خرج داره. آیا میتوان پذیرفت که جوانی پر از شور زندگی و سرشار از عشق به آموختن و نوشتن و در عین حال اهل بهره‌گیری از لذت‌های طبیعی حیات به علت‌های مانند اجبار در تحصیل رشته ناسازگار با تب، بیماری‌های مثل چشم درد، سرماخوردگی و مالاریا و بیپولی اقدام به خودکشی بکند؟ اما خودکشی او در آخرین سفرش به پاریس مسلماً اگر به علت وجود چنین کششی در خمیره و سرشت او نبود،
می توانست علتهای شناخته‌تر و روشن‌تری داشته باشد. صادق چوبک نویسنده و دوست نزدیک صادق هدایت درباره علل خودکشی او گفته است: یکی از علل خودکشی صادق این بود که دستگاه او را تحویل نمی‌گرفت. هدایت می‌خواست بدون اینکه سر پیش کسی فرود آورد و یا چاپلوسی و چاخان کند، او را برای کاری که خوب بلد بود محترم شمارند و به هنر او ارج گذارند. هدایت فرانسه را خوب می‌دانست و در کار زبان پهلوی کوشش‌ها کرده بود. داستانسرای خوبی بود و از همه گذشته آدم خوبی بود. به تمام معنا شریف بود. دستگاه روز به روز مرتبه اشخاص غیر صالح را بالا می‌برد و تو سر اشخاصی چون هدایت می‌کوبید. مثلا در جشن هزاره فردوسی که در سال 1313 در تهران برپا شد، از شرکت کنندگان ایرانی حتی نام‌های سید محمد تدین و اورنگ و زین العابدین رهنما به چشم می‌خورد، ولی از هدایت دعوت نشده بود. نقاشی بود ارمنی به نام درویش پرورده ایران که مجالس شاهنامه را به تشویق هدایت کشیده بود و خودش با پرده‌های نقاشیش در جشنواره بود و هدایت نبود. و از همه گذشته شرق‌شناسان بزرگی مانند پروفسور هانری ماسه و آرتور کریستنسن که به شخص هدایت ارادت داشته و کارهای هدایت مورد ستایش آنها بود، در جشن بودند و هدایت را کشورش به دور انداخته بود. او را ندیده می‌گرفت و وقتی سراغ او را می‌گرفتند، به دروغ به آنها گفته می‌شد که در سفر است. کدام احمق باور می‌کرد که در گرماگرم جشن فردوسی هدایت به سفر برود؟ آخر به کجا؟ آنها خودشان را خر کرده بودند. درست است که هدایت به روی خود نمی‌آورد، ولی دلش خون بود و از اینکه او را به هیچ روی تحویل نمی‌گرفتند سخت دلخور بود. درست است که هدایت در چاپ و انتشار کتاب‌هایش بدبخت بود و به جان کندن مثلا 3 قطره خون را در 300 نسخه به خرج خودش چاپ کرده بود و بعدها حروف کور را خودش روی کاغذ اوزالیت نوشت و نسخ معدودی به چاپ رساند، آن هم در هندوستان و زیر جلکی و با 1000 ترس و لرز. ولی بالاخره او وجود داشت و کارش ارزنده بود. میبایست دنبالش بفرستند. محیط هدایت به او توهین کرد. چند نفری هم که مثل ما به او ارادت داشتیم کاری از دستمان بر نیامد. سهل است خود ما را هم کسی داخل آدم حساب نمی‌کرد. ولی آخر او یک سر و گردن از خیلی ها بلندتر بود. فقط جرمش این بود که چاپلوسی و کونلیسی بلد نبود. هدایت تا مرد شرافت اخلاقی خودش را حفظ کرد. به هیچ مقامی سر فرود نیاورد. میدانم که هدایت خیلی دلش می‌خواست مردم او را بشناسند و مورد احترام همه باشد. ولی بدبخت هدایت تا مرد گمنام و حسرت زده و بدبین و خشمگین و ناراضی بود. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، استاد سابق اقتصاد در دانشگاه‌های انگلستان، امریکا و کانادا و استاد ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد که علاوه بر کتاب‌های متعدد علمی چند کتاب درباره صادق هدایت به زبان انگلیسی نوشته و منتشر کرده است، از آن جمله صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، در گفتگویی که درباره طنز صادق هدایت با او داشتم، به دشواری یافتن پاسخی برای علل واقعی خودکشی صادق هدایت اشاره کرد و گفت: پاسخ به این سوال مشکله با داشتن اطلاعات دقیق، اما آنچه میشه بیان کرد واقعا بر اساس روانشناسی مدرن این هست که تقریبا هر کسی اقدام به خودکشی میکنه گرفتار یک افسردگی شدید هست. یعنی آدم گرفتار افسردگی شدید نباشه اقدام به خودکشی نمیکنه. خیلی آدما هستن که در سخت‌ترین شرایط زندگی هستن ولی دچار افسردگی شدید نمیشن یا نشن یا افسردگی خفیف میشن یا هر چی هست خودکشی نمیکنن یا اقدام نمیکنن. بعضی اقدام میکنن ولی موفق نمیشن، بعضی اقدام میکنن و اعلام میکنن به این ترتیب نجات پیدا میکنن. ولی در هر حال آنچه میشه به زیر قاطع گفت این است که هدایت در 1928 وقتی این اقدام کرده در حال استیصال بوده، یعنی اینکه دچار افسردگی شدید بوده. همچنین وقتی که در پاریس خودکشی کرد بیشک به خاطر اوضاع احوال شخصی و اجتماعیش رفت پاریس به امید اینکه بتونه اروپا بمونه و برنگرده به تهران و همین جدم به هر دری زد. این آدم 2-3 ماه 4 ماه مرخصی احتیاجی گرفته بود که اون حقوق مختصری که دانشکده هنرهای زیبا بهش میداد بهش میپرداختن و اگر برنمیگشت بدون اینکه دستش به جای بند باشه هم اون حقوق از دست میرفت و هم شغلش. ولی گذشته از اون اجازه اقامت بهش نمیدادن. این 3-4 ماه به هر دری زد. حتی فکر کرد که بلکه بیاد لندن پیش مسعود فرزاد، فکر کرد بره ژنو پیش جمالزاده که اتفاقا بدبختانه اون موقع جمالزاده تو ژنو نبود و تا برگشت کار از کار گذشته بود. نکته این هست که ما 2 چیز رو از هم تفکیک کنیم. یکی دید به اصطلاح بدبینانه است یا دید خیلی انتقادی نسبت به اجتماع، نسبت به زندگی، نسبت به دوست آشنا و دشمن هر کی. این الزاماً منجر به خودکشی نمیشه.
ولی من دارم میگم در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه، این حرف من نیست، حرف روانشناسی متداوله، در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه، اقدام بهش میشه، اون آدم نظرش راجع به دنیا هر چی بوده، فلسفه‌اش غیر هر چی بوده، اون آدم اون لحظه دچار افسردگی شدیده. به این معنی این افسردگی است که غلبه میکنه. هدایت بیشک دچار افسردگی و ناراحتی بود وقتی که رفت از پاریس، ولی رفت به امید این که به خاطر تغییر محیط، به خاطر امکانات جدید فائق بشه، بهش غالب بشه و بتونه به زندگیش ادامه بده. اینا که من میگم تصور نیست، از نامه‌هاش پیداست. نامه‌هایی که اون دوره می‌نویسه کاملا نشون میده به این در اون در میذاره، میره دکتر می‌بینه برای اینکه گواهینامه بگیره به امید اینکه مرخصیش تمدید بشه، به این در اون در میذاره که ویزای سوئیس بگیره بره پیش جمالزاده، می‌نویسه که من در خیالم برم لندن، تو خود پاریس تقلا میکنه. تمام این کوشش‌ها رو میکنه و بعد میرسه به آخر دوره مرخصیش که نه بهش اجازه اقامت دیگه خواهند داد، نه پولی در میان خواهد بود و تو این حیث و بس زندان میزنن، شوهر خواهرش هم ترور میکنن، در شرایطی که تمام خانواده رو دچار فاجعه بزرگ میکنه. و این خب طبیعتا کسی که در اون حالت ظرافت و شکنندگی روانشناختی وجود داره، درست موقعی که تمام راه‌ها بسته تو یک مرتبه اون سر زندگیش هم با یه همچین فاجعه عظیمی روبرو شده. این واقعا منجر شده به اینکه دچار افسردگی فوق‌العاده شدید بشه و خودکشی بکنه. چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی درباره علل یأس و سرخوردگی و خودکشی صادق هدایت نظرهای دیگری خواهیم شنید و پس از آن به بررسی آثار داستانی صادق هدایت خواهیم پرداخت. خدا نگهدار. یا حق، کاغذی که توسط هنرکده فرستاده بودید رسید. نمیدانم در جوابش چه بنویسم، چون مدت هاست که عادت نوشتن از سرم افتاده است. خود به خود اینجور شده، مثل رمان‌های دیگر که دانسته و یا ندانسته در من انجام گرفته. این که نوشته بودید ممکن است تصور کرده باشم که تغییری در اخلاق و رفتارتون روی داده باشد صحیح نیست و علتی هم ندارد که چنین تصوری بکنم. اما حرف این است که از هر کاری زده و خسته و بیزارم و اعصابم خرد شده. مثل یک محکوم و شاید بدتر از آن شب را به روز می‌آورم و حوصله همه چیز را از دست دادم. نمی‌توانم دیگر تشویق بشوم و نه دلداری پیدا کنم و نه خودم را گول بزنم. وانگهی میان محیط و زندگی و مخلفات دیگر ما ورطه وحشتناکی تولید شده که حرف یکدیگر را نمی‌فهمیم. باری اصل مطلب اینجاست که نکبت و خستگی و بیزاری سر تا پایم را گرفته، دیگر بیش از این ممکن نیست. به همین مناسبت نه حوصله شکایت و چسناله دارم
و نه میتوانم را گول بزنم و نه غیرت خودکشی دارم. فقط یک جور محکومیت غی‌آلودی است که در محیط گند بیشرم مادر قحبه‌ای باید طی بکنم. همه چیز بنبست است و راه گریزی هم نیست. امیدوارم همیشه خوش و خرم بوده باشید و ما همین گوشه و کنارها برای خودمان میپلکیم. زیاده قربانت صادق هدایت. نامه صادق هدایت به سید محمد علی جمالزاده در 15 اکتبر 1948، یعنی کمتر از 1 سال و نیم پیش از خودکشی صادق هدایت در 4 آوریل 1951 در پاریس. سلام. به 5مین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از صادق چوبک، داستان‌نویس و دوست نزدیک صادق هدایت شنیدیم که یکی از علل خودکشی او این بود که دستگاه او را تحویل نمی‌گرفت و جامعه قدر او را نمی‌شناخت. اما عواملی که صادق هدایت را به سوی مرگ کشاند به همینها محدود نمی‌شد. بدیهی است که روشنفکر میهن‌دوستی مثل صادق هدایت از دستگاه حکومت فقط به دلیل اینکه او را تحویل نمی‌گرفت نمی‌توانست ناراضی باشد و نارضایی او از نظام سیاسی و اجتماعی بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر بود. به طوری که فریدون هویدا، نویسنده، منتقد سینما و دوست صادق هدایت میگوید یکی از مهمترین عوامل یأس صادق هدایت اوضاع سیاسی ایران بود. اون زمان همون زمانی بود که از لحاظ سیاسی در ایران و روابط ایران با خارج خیلی دشوار بود. من خب اون موقع عضو پایین رتبه سفارتمون بودم در پاریس. خب بحث میشد با هدایت راجع به اوضاع ایران و اینا. یک دفعه هم ازش پرسیدم راجع به دکتر مصدق. خیلی نظر بدی داشت نسبت به مصدق. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم گفت این جزء سیاستمدارای عوام فریبه، یعنی پاپولیست. هیچ امیدی نداشت که وضع ایران درست بشه. ولی خود در همون زمان کافه فردوس و اون بحثایی که می داشتیم خیلی ها مثلا شهید نورایی خیلی امیدوار بود که وضع اقتصادی ایران رو اگر بشه درست کرد ایران به طرف یک آتیه روشنی خواهد رفت. همیشه این بحثا میشد، مخصوصا که از میزهای دیگه چه توده‌ای‌ها چه تفضلی چه ناسیونالیست های چیز این بحثا میشد. ولی هدایت همیشه آخرش میگفت اینا درست نمیشه، ایران خراب شده و درست شدنی هم نیست. البته در اون دوره تا زمان کودتای 1332 احزاب سیاسی مختلف از چپ گرفته تا راست افراطی در فعالیت بودند و هر یک از آنها عده‌ای را به عضویت یا به طرفداری خود کشانده بودند. اما صادق هدایت با اینکه گرایش عمیقی به دموکراسی و عدالت اجتماعی داشت، مایل نبود که به عضویت هیچ حزبی درآید. انور خامعی، نویسنده و محقق و از آشنایان نزدیک صادق هدایت، در کتاب 4 چهره با اشاره به این موضوع میگوید: در آن سالها، یعنی از 1320 تا 1325، هدایت تمایلی به حزب توده و جنبش کمونیستی جهانی پیدا کرده بود. به ویژه نسبت به فاشیسم و نازیسم خیلی بدبین بود و در نتیجه طرفدار پیروزی متفقین بود. اما با وجود فشار و اصرار زیاد رهبران حزب توده هیچگاه حاضر به عضویت در آن نشد. اصلا در تمام زندگیش هیچ وقت در هیچ حزبی شرکت نکرد. از حزب و حزبازی بیزار بود و حاضر نبود آزادی فردیش را به هیچ بهایی از دست بدهد. شاید یکی از دلایل خودداری صادق هدایت از پیوستن به هر حزبی، حتی حزب توده که بسیاری از آرمان‌های آن را تایید می‌کرد، میهن‌دوستی عمیق او بود و وابستگی این حزب به یک سیاست خارجی را مغایر با اصول میهن‌دوستی می‌دانست. فریدون هویدا می‌گوید که همون زمان جنگ بین‌المللی دوم و فوری بعد از خاتمه جنگ که با هدایت خیلی رفت و آمد داشتم در تهران، می‌دیدم که هدایت در حقیقت یک وطن پرستی خیلی شدیدی در وجودش هست. مثلا من به خاطر دارم با اینکه از بعضی لحاظ عقاید چپی بیان میکرد، شدیداً بر علیه پیشوری اظهار نظر میکرد. یه وطن پرست عجیبی بود، خیلی دوست داشت مثلا در میان توده‌ای‌ها و اینا گاهی مسخره‌شون میکرد. شناختی که صادق هدایت از کردار بسیاری از دوستان روشنفکر خود داشت موجب میشد که اعتقادی به فعالیت‌های حزبی آنها نداشته باشد و نتیجه مثبتی از کار آنها در تحولات سیاسی جامعه پیش بینی نکند. اما به هر حال در میان چپگرایان آن دوره افراد زیادی بودند
که صادق هدایت می توانست با آنها هم صحبت شود. خیلی بودن هدایت باشون حاضر بود مثلا بشینه و بحث کنه، مثلا با تفضلی مثلا. میپرسم مگر جهانگیر تفضلی توده‌ای بود یا گرایش چپی داشت؟ و فریدون هویدا میگوید تظاهر به بله گرایش چپی میکرد ولی نداشت. و یک اتفاقی اون زمان افتاد که وقتی به هدایت گفتم به من گفت تو هنوز خیلی بچه ایرانو نمیشناسی. داستانش این بود، من چون زبون خارجی میدونستم، تو وزارت خارجه بودم، خیلی از وزارتخونه های دیگه از جاهای دیگه رجوع میکردن و منو به کار میکشوندن. یک روزی از دربار به وزارت خارجه دستور داده شد که بنده رو بفرستن به کاخ برای اینکه جواب تلگراف های تبریک نمیدونم شاهو تهیه کنم و ماشین نویسی لاتینی هم اون زمان خیلی کم در ایران داشتیم، اونا ماشین بکنم و حاضر کنم بدم. بنده هم رفتم به سعدآباد و اونجا آقای علا منو تو یک اتاق گذاشتن و من این کارامو میکردم. وقتی تموم کردم آمدم ببینم یکی بیاد بگیره، هیچ کسی نبود. یعنی اون زمان دربار دستگاهش مثل اواخر سلطنت محمد رضا شاه نبود، اصلا هیچ کسی نبود و من همون تو اون اتاقی گذاشته بودن رفتم کنار پنجره داشتم نگاه میکردم توی باغ سعدآباد. یک مرتبه دیدم تفضلی با یک عده‌ای اونجا دارن قدم میزنن و بعد همون عصر که رفتم به کافه فردوس به هدایت گفتم میدونی چی، من دیدم تفضلی که اینجا این حرفا میزنه، من اونجا دیدمش با یک عده‌ای. گفت تو بی خبری. یعنی میخوام بگم این چیزا همش بود. با توده‌ایام بحث داشت. یادم یک دفعه به تبری گفت، تبری از نمیدونم کدوم ناحیه شوروی برگشته بود و داشت هی میگفت. یک مرتبه هدایت همونطوری استالین رو به مسخره کشید که خیلی هم برخورد اون زمان به تبری. ضمناً یکی از نزدیکترین دوستان هدایت حسن قائمیان بود که اونم جزء حزب توده بود. گرایش چپی داشت هدایت. میگویم در آن دوره سوسیالیسم به صورت گرایش چپی و به مفهوم آزادی و عدالت اجتماعی در اروپا و حتی در امریکا هم برای روشنفکران و هنرمندان گیرندگی امیدوار کننده‌ای پیدا کرده بود و گرایش صادق هدایت به چپ هم چنین کیفیتی داشت. تمام جوانایی که از مدرسه اومده بودن از اروپا هم تحت تاثیر همین عقاید چپی بودن دیگه. بنده خودم کارل مارکس تمام اینا خونده بودیم. اما دوستان توده‌ای صادق هدایت به دلیل اینکه او را از لحاظ بینش اجتماعی در حیطه فکری و عقیدتی خود می‌دیدند، همچنین به دلیل موقعیت والای او در صحنه ادبی آن دوره از انتقادهای گزنده او نمی‌رنجیدند و همصحبتی با او را غنیمت می‌شمردند. دکتر تقی تفضلی، استاد دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی، از آشنایان نزدیک صادق هدایت در این باره گفته است: من برخورد صادق هدایت را با سران حزب توده از جمله آقای ایرج اسکندری و آقای دکتر کیانوری مکرر دیده بودم. رفتار آقای ایرج اسکندری و به خصوص آقای دکتر کیانوری که در آن ایام جوانی تحصیل کرده، باهوش، بسیار خوشلباس و خوشقیافه بود، نسبت به صادق هدایت بسیار احترام‌آمیز بود و من لذت بردم. اما صادق هدایت با اینکه بیشتر اوقاتش در کافه‌ها در همصحبتی با این دوستان می‌گذشت، همچنان تنها بود و تقریباً هیچ یک از آنها از دنیای درونی او خبر نداشت. دکتر تقی تفضلی که با شیفتگی از شخصیت صادق هدایت سخن گفته است، به تنهایی او اشاره می‌کند و از دید خود علت‌هایی برای افسردگی او می‌بیند. امور متعددی صادق هدایت را رنجیده خاطر داشت. همزبانی نداشت و این بی همزبانی درد کمی نیست. از دوستان و اطرافیانش از بسیاری جهات هوشیارتر و بالاتر بود. دوستان صادق هدایت از بودن با او خوشحال بودند و به او افتخار می‌کردند، ولی من خیال نمی‌کنم که صادق هدایت از بودن با ما خوشحال بود. صادق هدایت تنها بود و سخت تنها بود. عده‌ای از او می‌ترسیدند و از او حساب می‌بردند و عده‌ای بر او حسد می‌ورزیدند و به ظاهر با او اظهار دوستی می‌کردند. هدایت می‌فهمید و می‌دانست. در مورد دلایل رنج و ناراحتی صادق هدایت من شخصاً خیال می‌کنم
اساس افسردگی و ناراحتی هدایت که بالاخره او را به خودکشی کشانید 3 موضوع بود. اول به مناسبت وطن پرستی شدید و حساسیت زیاد و درک و هوش تند از اوضاع ایران و آنچه می‌کردند سخت رنج می‌برد. دوم لذت نبردن از زندگی به این معنی که از هیچ چیز به قدر کفایت به قدری که او را خوشحال کند لذت نمی‌برد. سوم چون ظاهراً اعتقاد به خداوند نداشت و با تمام مذاهب مخالف بود تکیه‌گاهی نداشت. در مورد لذت نبردن صادق هدایت از زندگی شاید لازم باشد اضافه کنم که صادق هدایت از طبیعی ترین لذت‌ها که خداوند برای بقای نسل آدمی در نهاد انسان نهاده است کمتر لذت می‌برد و او را خسته و افسرده می‌کرد و بر ملالش می‌افزود. برخلاف نظر دکتر تقی تفضلی، هیچ یک از دوستان و آشنایان صادق هدایت بی‌اعتقادی او به مذهب را بی‌تکیه‌گاهی و یکی از دلایل رنج و ناراحتی یا افسردگی و یأس او ندانسته است. حتی بعضی از دوستانش از آن جمله صادق چوبک بی‌اعتقادی او به مذهب را ستودند. پدر هدایت و همچنین عیسی خان و محمود خان و مادر هدایت و چند تن از این خاندان که میشناسم به واسطه تعصب مذهبی از لامذهبی صادق در عذاب بودند و ازش راضی نبودند. او معتقد بود که تمام بدبختی‌ها و نادانی‌ها از حمله عرب و دین اسلام بر ما وارد آمده. او در حقیقت شخصی بود ملحد تمام عیار و علاقه شخصی من به او بیشتر برای این آزاداندیشی و عداوتی بود که با خرافات و مذهب اسلام داشت. او مذهب را دشمن پیشرفت و هنر و ادبیات و زبان و قلم می‌دانست. از حرفهای دوستان و آشنایان صادق هدایت و از نامه‌های خود او به چند دوست نزدیک پیداست که او در سالهای آخر، مخصوصاً از سال 1325 به بعد که دیگر چیزی نمی‌نوشت، به طور کلی از هر گونه تحول مثبتی در ایران ناامید شده بود. تنها چیزهایی که می‌توانست او را در تنهایی خودش آرام نگه دارد، خواندن کتاب‌هایی بود که دوستان نزدیکش مخصوصاً شهید نورایی از خارج برای او می‌فرستادند و دیگر شنیدن موسیقی بود، مخصوصاً موسیقی غربی، و بالاخره آرزو و تا اندازه‌ای امید به دور شدن از ایران، چنانکه عاشقی که به دلایل بسیار از معشوق خود نفرت پیدا کرده باشد بخواهد از او تا اون سوی جهان دور شود. این کیفیت و حال در نامه 18 مهر ماه 1326 صادق هدایت به شهید نورایی به خوبی احساس می‌شود. اضطراب، بی‌تکلیفی، مسئولیت و حس ابسوردیته زندگی همه دست به دیگر دادند. باید هم همینطور باشد. اما یک مطلب است که هنوز نمیتوانم بپذیرم و اون این است که هرچه شده و هرچه خواهد شد به درک، اما اقلن توانسته 4 صباح از این جهنم دره وحشتناک فرار بکنید و نفسی بکشید و پوستی نو کنید. اقلن توانستید 5 روز، نیم ساعت یا 1 ربع بیان که خودتان را گول زده باشید کنار رودخانه سن تنها گردش بکنید و حس بکنید که تنها هستید و همیشه تنها خواهید بود، اما از اینجا و موجودات و اتفاقاتش دور هستید. خوشا به سعادتتان. برای من قیافه های اینجا، سر و صدایش، عقاید و افکار و هنر و افتخاراتش وحشت دائمی است، کابوس است. اتفاقا دیشب در منزل قهرمان شاعر بودم. 1 یا 2 بعد از نصف شب با رادیو پاریس را گرفت. از تصنیف‌ها و آهنگ‌های کابارها می‌زدند و می‌خواندند. مثل فیل که یاد هندوستان را بکند، تکه‌های مناظر اونجا دور و غمناک در جلوام مجسم شد. یادم افتاد چه جاهایی در دنیا هست و من در چه منجلابی دست و پا می‌زنم. از شما چه پنهان، من همیشه برای فرار و فراموشی اغلب یک تکه تصنیف ناقص و یا آهنگ اون صفحات را با خودم زمزمه می‌کنم تا حس کنم که در اینجا نیستم. شاید به همین علت دشمن مسغون وطنی شدم. کسی که در حد صادق هدایت وطن و فرهنگ خود را دوست بدارد، شاید نتواند به موسیقی اصیل ملی خود هیچ گونه توجهی نداشته باشد. خود او چنان که در نامه‌اش به شهید نورایی شنیدیم، علت بیزاری از موسیقی ملی یا به قول او مسغون وطنی را بیزاری از محیط اجتماعی ایران می‌دانست. دکتر تقی تفضلی در نقل خاطره‌ای از گذراندن شبی در باغ آقای خالتی در تجریش با حضور صادق هدایت از توجه صادق هدایت به ستار زدن خود در دستگاه همایون یاد کرده است، با تاکید بر اینکه صادق هدایت به موسیقی فرنگی علاقه داشت. من ستار را برداشتم و کوک کردم و شروع به زدن کردم. صادق هدایت نزدیک من آمد و پرسید چی میزنی؟ گفتم همونطور که میبینید ستار میزنم. گفت اینو که میدانم، چه دستگاهی میزنی؟ گفتم همایون. گفت عجب، ممکن است خواهش کنم این کوک را به هم نزنی؟
و تا عصر یکی دو دفعه دیگر همین را برای من بزنی؟ گفتم چشم و ستار را در گوشه گذاشت. این اولین باری بود که من دیدم صادق هدایت به موسیقی ایرانی توجه می کند و اظهار علاقه می نماید. نکته دیگر آن که اولین کسی که تا حدودی که من اطلاع دارم برای نسل ما، یعنی برای همسن و سالهای من، درباره موسیقی فرنگی یا اروپایی اظهار نظر کرده و به ما معرفی کرده بود، صادق هدایت بود. یعنی خیلی قبل از این که انجمن فیلارمونیک تهران تأسیس شود و آقای پرویز محمود به ایران برگردد یا ادوارد ژوزف، اون مرد خوش‌ذوق عالی که خودش ویولون خوب می‌زند، برای ما از بتوون و دیگران صحبت کند، صادق هدایت درباره موسیقی خارجی به ما توضیح میداد، ولی همونطوری که عرض کردم به موسیقی ایرانی ظاهراً توجهی نداشت. چنانکه دکتر احسان یارشاتر اشاره می‌کند، صادق هدایت شنیدن موسیقی را مثل مطالعه کتاب‌های کاری جدی‌تر از سرگرمی و تفریح می‌دانست. چیزی که همدرد دیدم راجع به صادق هدایت بنویسم موسیقی دوستیش بود. خیلی عاشق موسیقی فرنگی بود. موسیقی ایرانی ندیدم که و نشنیدم ازش که دوست داشته باشه. جلسات ماهانه خیال میکنم داشتن با جرجانی و شهید نورایی. میشستن و اون وقتا صفحه بود دیگه، صفحه های 78 دور اینا رو میذاشتن و موسیقی فرنگی، موسیقی کلاسیک فرنگی گوش میکردن. اون سال آخری که من ایران بودم، پیش از اینکه برم به انگلستان، از منم دعوت کردن که به اون مجلسشون بپیوندم به اصطلاح. ولی اینم هست که مثلا تمام دوستان دیگری که داشت فقط اون 2 نفر رو باشون این نوع نزدیکی رو داشت و عادتش این بود که وقتی موسیقی گوش میکرد با این انگشت سبابهش همجوری روی این دسته مبل صندلی حرکت میدادن بوشیدشون اینا و دقت گوش میداد. به هر حال واضح است که صادق هدایت عاشق زندگی بود، عاشق هنر بود، عاشق ایران بود و عشق است که در ناکامی نفرت ایجاد میکند و نفرت او از آنچه وطنی است نشان دهنده جای خالی همه اعتبارهای تمدن جهانی عصر جدید است که او برای وطن خود میخواست. جای خالی همه ارزشهای انسانی و پیروزی‌های فکری و فضیلت‌های اخلاقی است که برای هموطنان خود می‌خواست. 5مین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان‌نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی درباره وطن دوستی و ملی‌گرایی صادق هدایت با توجه به نمود احساسات ناسیونالیستی او در نوشته‌هایش نظرهایی خواهیم شنید. خدا نگهدار.